در اینجا یه اشاره به سبب انصاری نامیدن شدن مدینگی ها هست. در ابتدا وقتی که عباده ابن صامت را ذکر کردن و کان شهید بدرن و هو احد النقباء لیلة العقبه، عباده ابن صامت یکی از نمایندگان اهل مدینه در شب عقبه بود. عقبه، این عقبه الکبری در جمرات، در وادی مینا در نزد جمرات هست. عقبه گفته جای بلندی را میگنم برای اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه اینها در آنجا واخوردند. بار اول با 6 نفر واخوردند، بعد آنها سال آینده 12 نفر شده آمدند که با آنها بیعت کردند که عباده ابن صامت اشتراک کردند. بار دوم 73 نفر شده آمدند، با آنها بیعت کردند برای نصرت این دین، برای یاردم دادن این دین مقدس اسلام. مردم مدینه همراهی پیامبر صلی الله علیه و سلم عهد و پیمان کردند. بنابراین این سبب شد که آنها انصاری نامیده شدند. برای نصرت دین محمد صلی الله علیه و سلم آنها عهد و پیمان داده بودند. یعنی این سبب انصاری نامیده شدن آنها هست و دوست داشتن انصاری ها از ایمان است، برای آنکه آنها را الله تعالی دوست می‌دارد و پیغمبر صلی الله علیه و سلم دوست می‌دارد و همچون مکافات دوست داشتن آنها را هم از ایمان پیامبر صلی الله علیه و سلم قرار دادند. والله اعلم و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.